کلامی بده. خوش آمدید به صفحه 1000 کتاب. صحبت امروزه‌مان درباره شاعر زنده یاد استاد لایق شیرعلی. شاعر فرزانه را عصر و زمان بر نیاز خویشتن می آفرد. مادر اصلا نزاید شاعر، خلق او را بهر خود می آفرد. لایق شیرعلی که اهل تحقیق و علاقمندان ادبیات بر حق استادش مینامند، در دهه مزار شریف شهر پنجکین دیده و جهان بگشاده است. وی با طبع شریف، با سخن شریف، شریف دل و دیده مردم گردید و چون تابستان سال 2000 درگذشت، قبرستان لوچاب شهر دوشنبه به مزار شریف دیگر مبدل گردید. عاشقان شعر والای او، اخلاصمندان طبع ناتکرار او، آرامگاه او را و زیارتگاه اهل نظر مبدل گردانیدند. وی با اولین چکیده های قلم خود زرافشان، نام و مادرم و چندی دیگر مثل شاخبارانه که یک باره با صفا و ترانه و دمدمه خود کوه و دره و شهر و نواحی را فرا میگیرد، ادبیات ما را، خطه شعر تاجیک را تسخیر کرد و تا لحظه آخرین عمرش یک کتاز این میدان بود. به ایجادکار چندین سعادت کم دست می‌دهد که از آغاز تا انجام حیاتش از شعر اول تا سروزی آخرینش همیشه انگشت‌نما باشد. لایق در آسمان شعر ما چون برق درخشید، سینه ابرهای کهنه‌سرایی را بردرید، به اطراف روشنی انداخت، به بالا و تولیدگاه نور و صفا و آفتاب و ستاره‌ها نظر کردن را آموخت و اما چون برق در نگذشت. حالا او به ما بسیار چیزها را خواهد آموخت، راهنمایی خواهد کرد و ما تاجیکستانی آرامی و شکوفایی را خواهد ساخت. سوالی به میان می آید که شاهد مردمی تاجیکستان، صاحب جایزه دولتی رودکی، دارنده جایزه بین الخلقی نیلوفر، چه خدمت‌های فرق کننده و شایسته و بایسته را انجام داده است؟ پاسخ به این سوال چنین است: به تن اوریان شعر ما پیراهن حریر شعریت پوشانید، سخن ما را از عمومی سرایی نجات داد و نهضتی را که استادانش در این راه کرده بودند موفقانه انجام داد. ربایی او ربایی را، دو بیتی او دو بیتی را، غزل او غزل را، شعر آزاد و سفیدش و چهار پاچگی های مشخصش همه نوع شعر فرسوده ما را نو کرد. لایق نخفت، آموخت، جستجو کرد، زبان کمبغل شده نظم ما را از نو شکوه و شهامت بخشید، برای آیندگان راه ادبیات و ایجاد را هموار کرد. آموختن ایجادیات لایق برای هر یک ایجادکار جوان هم فرض است و هم سنت. این شاعری برای من تاجیک از همه بیشتر و بهتر و هم ملتان درس افتخار ملی، احتیاط کردن و دوست داشتن سنت‌های نیاگان را تلقین کرد. توسط جسارت ادبیش با ما جسارت تاریخی آموخت. کتاب‌های خانه دل، خانه چشم، من و دریا، آفتاب باران، فریادی به فریاد رست و غیرها را که همه در کلیات دو جلده او گرد آمدند مطالعه کنید. او را در دل دیده ها جا دهید و ذکر خیر زنده اش دارید. در میان کوهساران سخت جانم زاده اند، در ره کوهسار بهر امتحانم زاده اند، والدین بنشانم چون نشانم زاده اند، در دیار کم زمین بیکرانم زاده اند. گرچه می گفتند از قسمت بود فردای من، گرچه می گفتند سیروزی بود دنیای من، گرچه در گهواره می بستند دست و پای من، در زمین بهر تلاش
آسمانم زاده‌اند. در میان 4 دیوار بلند کوه‌ها که گرانی می‌کند بر کوه‌ها اندوه‌ها، در ردیف قله‌های پاسبان روزها، با دل بیدار و با روح جوانم زاده‌اند. با دعای موسفیدان خداترس و بهار، بی سواد اما سوادآموز 100 آموزگار، با شرافت‌های کمپیرهای نیمجان جان نثار، بهر حالا بهر فردای زمانم زاده‌اند. من از این سان بی سوادان سوختن آموختم، از صفای سوره قرآن سخن آموختم، از کتاب زیر بالینم وطن آموختم، در دیار شعر و بیت و داستانم زاده‌اند. گرچه در بزم بزرگان کودک گهوارم، با همه کم ظرفی خود جز این سیارم. شاعرم یا عاشقم، میخواره یا غمخوارم، هر کی هم باشم به رغم دشمنانم زاده‌اند. در میان کوهساران کوهسانم زاده‌اند، با غرور قله‌ها هم آشیانم زاده‌اند. در کنار چشمه بحر دمانم زاده‌اند، در ده خرده برای 100 جهانم زاده‌اند.